این است معماری و بیناکاری در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و این است مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم که در میانه شهر بنا و واقع گردیده است. نگاه کن، همین طور شهرها در اسلام طرح‌ریزی و بیناکاری می‌شدند بر اساس آنکه همه راه‌ها بر سوی مسجد گشوده است و به سوی مسجد می‌برد، زیرا مؤمنان باید خانه الله سبحانه و تعالی را آباد کنند، چون که خانه الله آن مکان مقدس است که کسانی را تربیت می‌نماید که اسلام را محافظت می‌نمایند. نگاه کن بر مسجد رسول صلی الله علیه و سلم چقدر ساده است، زیرا مقصد زیبایی ظاهری نیست، بلکه مسئله در این است که همین هم مسجد است که ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب و عثمان ذوالنورین و علی مرتضی بزرگان را پرورش داد که با اسلام با شرق و غرب جهان رفتند و اسلام را بر آن جایها بر آن مکانها رسانیدند. بعدا نظر نماید به حجره‌هایی که در پهلوی مسجد بنا یافته‌اند: حجره صفیه، حجره جویریه، حجره ام حبیبه، حجره زینب، حجره فاطمه و حجره عایشه رضی الله عنهن. این طور با اجازه الله سبحانه و تعالی شما آنها را روشن و واضح خواهید دید، زیرا آنها واقعا نمونه حقیقی زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند.